الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاصل کردن جنت کار آسان نیست. الله میگه که ما از بنده های خود خریدیم انفسهم، جانهایشان را، زیرا وقتی کسی مطابق قرآن و سنت حرکت کنه در طول تاریخ سختی ها و مشکلات دیده و میبینه و شاید به شهادت برسه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، به خاطر از که در مقابل مال مسلمان و خون مسلمان و جسم مسلمان الله بر از او جنت میده. اما کسی که دین الله را تبدیل میکنه به چیزای دیگه، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سوء